آقا من سریال ترکی خیلی دوست دارم. از دیدن پسرای خوشتیپ خوشم میاد. از مدل لباساشون هم خوشم میاد. کلا از دیدن دراما هم لذت میبرم. اما یه سوالی برام پیش اومده. چطوریه که این کاراکترایی که توی فیلماشون نشون میدن عمدتاً پولدارن، بعد همشون طایفه‌ای توی یه خونه زندگی میکنن؟ همشون یکی دونه اتاق دارن. پسر با زنش توی اتاق، هر کدوم از نوه‌ها توی اتاق. بعد نوه پسر باشه. زنم بگیره، با زنش باز میره تو همون اتاق. بعد تو حرفاشون اگه اون نوه بچه دار بشن، باز تو همون خونه ی اتاق بهش میدن. بعد ادعای ثروتشون هم میشه. خب اگه پول دارن چرا هر کدومشون یه خونه نمیگیرن؟ توی تمام قصه هاشون هم حداقل یکی یا دوتا کاراکتر دیوونه دارن. دیوونه در حد مریض دو قطبی. توی تمام داستانای عاشقانه شون هم یه قسمتی دارن که دختره میفته تو چاه، پسره باید بره نجاتش بده. همیشه هم پسر پول داره. خب اگه اونجا همه اینقدر پول دارن، پس اینایی که هر بار ما میریم ترکیه سرمون کلا میذارن کیان؟ مردای گی رو توی سریالاشون نشون میدن، ولی از گی بودنش صحبتی نمیکنن. محافظه‌کارای بامزه. بعد جوری تو سریالاشون آدم میکشن و دست هر کی تفنگه. تو سریالای وسترن آمریکایی شما انقدر تفنگ نمیبینید. هم دیگه ربط دارن. شوهر این بابای بچه اونه، دختر عموی اون زن قبلی اینه، اونی که فکر میکرد دشمنشه معشوقه سابقشه. از قسمت 30 به بعدم معمولا یه بچه‌ای که واسه خودش بود بچه یکی در میاد. جلال خاله. توی تمام سریالاشون هم این جمله رو بلا استثنا میشنوی. فرق نمیکنه قصه چیه. کاریم او بنیم کاریم، دکون ما بنیم کاریمه. دکون ما دادیم. دکون میجام بای